بچه ها لطفا بهم میگید صدا و تصویر اوکی یا نه. سلام لیلا جونم، صبح بخیر. مهسا جون، صبح همگی بخیر. که اگر اوکی کامنت رو آف کنیم بریم شروع کنیم. خیلی خنکه. سلام سلام، صبح بخیر. خیلی خوب، پس کامنت ها رو آف کنیم بریم شروع کنیم. مرسی، متشکرم که نوشتید. خب سلام دوباره به همه، صبحتون بخیر بچه ها. امروز جلسه آخرمون هست، در واقع جلسه نهم هست امروز. یه 20 دقیقه تمرین تنفس و مدیتیشن میکنیم با هم، بعد میریم سراغ تمرین های فیزیکی. بچه ها قبلا هم بهتون گفتم و خب قطعا بلدید همتون، ولی برای بچه‌هایی که شاید خیلی حالا وارد نباشن و براشون سوال باشه که ژورنال کردن چی هست. ژورنال کردن در واقع به سادگی یعنی نوشتن. حالا نوشتن چی میتونه باشه؟ این نوشتن میتونه نوشتن احساساتمون باشه، احساساتی که داریم تجربه میکنیم مدام، و نوشتن و روی کاغذ آوردنشون در واقع کمک میکنه که ما راحت تر بتونیم تشخیصشون بدیم و راحت تر درکشون کنیم. و ما وقتی که احساساتمون رو درک میکنیم، میفهمیمشون، اون تأثیری که ممکنه روی انرژیمون بگذارن تأثیرشون کاهش پیدا میکنه و در واقع راحت تر میتونیم ازشون عبور کنیم. حالا این احساسات ممکنه احساسات مختلفی باشه، ممکنه احساس غم باشه، افسردگی باشه، ممکنه دلتنگی باشه، ممکنه حسادت باشه، ممکنه خیلی احساساتی به این شکل باشه. پس طرفی هم خیلی وقتا ما احساسات صلح و آرامش، شادی، عشق و همه اینها رو تجربه میکنیم. نوشتن اینها هم خوب هست، نوشتن اونها هم خوبه. و اینکه میتونه شکرگزاری هامون باشه، شکرگزاری برای تمام چیزهایی که تجربه میکنیم، داریمشون، توانایی هامون، بدنمون و حالا نعمت هایی که داریم و هر چیزی که دوست داریم داشته باشیم. یعنی مثلا من دوست دارم به یه خواسته ای دارم، میخوام بهش برسم و در واقع برای اون خواستم که بهش رسیدم شکرگزاری می نویسم. و در واقع مثل این هست که داریم به ضمیر ناخودآگاهمون این رو القا میکنیم که من این رو دارم و الان براش سپاسگزارم، و باعث میشه که کم کم ما تو مسیرش قرار بگیریم و کارهایی انجام بدیم که به خواستمون هم برسیم. و اینکه خیلی وقتا این نوشتن ها باعث میشه که اگر از نظر ذهنی خیلی آشفته باشیم، خیلی زیاد کمک میکنه که آروم بشیم، خیلی زیاد کمک میکنه که در واقع بعدش صلح و آرامش درونی رو تجربه کنیم. قبل از تمرینتون میتونید بنویسید، بعد از تمرینتون میتونید بنویسید، میتونید هم قبل از تمرینتون هم بعد از تمرینتون بنویسید. شما قبل از تمرینتون ممکنه یه احساسات رو تجربه کنید، بعد از تمرینتون ممکنه احساسات دیگه رو تجربه بکنید و نوشتن هر دوش و در واقع هر دو زمان خیلی عالی خواهد بود. و یه نکته دیگه که میخواستم بگم و فکر میکنم من تو این کلاس، تو این دوره نگفتم، بچه‌ها تمرین کردن توی تایمی که پریود هستیم خوب نیست. و حالا چه تمرین فیزیکیه، چه تمرین تنفس و مدیتیشن هست، حداقل برای 3 روز اول پریود انجام ندید بهتره. حالا تنفس و مدیتیشن اگر بهتون هیچ فشاری نیاره اشکالی نداره، اما تمرین های فیزیکی که باعث بشه فشار بیاد به بدن به هیچ وجه نباید انجام بشه. حالا دیگه تمرین های مثل ایستادن روی دست، روی سر، اینها که خب اصلا نباید انجام بشه و در واقع لگن نباید بالاتر از سر قرار بگیره.
به خاطر همین حواستون باشه روی به این موضوع خیلی زیاد دقت کنید و فکر نکنید که خب الان حالا من اوکی هم انجام میدم اشکالی نداره. اینها به مرور در طولانی مدت خودشون نشون میدن. چرا؟ چون ما بدنمون در حال انجام دادن یک پروسه پاکسازی هست توی اون زمان و هم قبلش 1-2 روز قبل از پریود و زمانی که توی پریود هم هستید حواستون باشه که به هیچ وجه تمرین نکنید و یا حتی کار سنگین هم انجام ندید. یعنی هر چیزی که به بدنمون فشار بیاد رو ما توی این زمان انجام نمیدیم. خب امروز یه تمرین تنفس رو اضافه میکنیم به تمرینمون، تنفس حفره راست بینی که بهش سوریا بدانا هم میگن، تنفس خورشیدی. حفره راستمون در واقع حفره راست بینیمون مرتبط هست با انرژی گرما و حفره چپ با انرژی خنکی و سرما مرتبط هست و در واقع وقتی که ما با سمت راست بینیمون نفس میکشیم انگار داریم گرمای بدنمون رو افزایش میدیم و حالا این گرما و سرما که یکیش مال حفره راست یکیش مال حفره چپه در تعادل با هم باید فعال باشن. در طول شبانه روز ما یه وقتایی حفره راستمون فعالیتش بیشتره، یه وقتایی حفره چپ و این طبیعیه. هر 1.5 ساعت 2 ساعت فکر میکنم این چرخه تغییر میکنه. چطوری انجام میشه سوریا بدانا؟ دستمون رو مثل ویشنو مودرا که حالا برای تنفس نادی شودانا ازش استفاده میکنیم، از این مودرا استفاده میکنیم، به همون شکل نگه میداریم و حفره چپ بینی رو بسته نگه میداریم و فقط از سمت راست دم بازدم، دم بازدم. حالا میتونه از راست دم باشه، چپ بازدم، دوباره راستم، چپ بازدم. یعنی دیگه مثل حفره چپ و راست یه بار راستم، چپ بازدم، چپ دم، راست بازدم و به این شکل ادامه پیدا میکرد رو نداریم. فقط از راست دم داریم. بازدممون یا چپه یا دوباره راست، فرقی نمیکنه. پشت رو صاف نگه دار، دست‌هات رو بذار روی پاهات، چشم‌هات رو ببند. یه دم بگیر، آرام بازدم، دوباره دم، بازدم با دهان، تکرار دم، بازدم. با هر بازدم ببین که بدنت سبک و سبکتر میشه. تکرار دم، ناحیه شکم رو کاملا منبسط کن. ادامه میدیم 5 دوره دیگه دم.
دست‌ها رو جفت کن به هم جلوی قفسه سینه. 3 بار عمر رو تکرار میکنیم. یک دم کامل میگیریم و عمر رو تکرار میکنیم و هر قسمت رو به یک اندازه میکشیم. شانتی شانتی شانتی. دست‌ها رو بمال به هم. دستات رو بذار روی پیشانی و ابروها. دستات رو باز کن جلوی صورتت. چشمات رو باز کن. لبخند بزن. انگشتات رو تکون بده و دست جفت جلوی سینه. تعظیم میکنیم به مادر زمین برای نعمت‌هایی که دریافت میکنیم، برای دانش و انرژی که دریافت میکنیم. با تمام وجود سپاس گذاریم. نمسته. دستات رو بذار روی پاهات. انگشت اشاره و انگشت شست به هم بچسبن و چشم‌ها رو ببند. توجه روی دم و بازدم. دم و بازدم عادی داریم. دم و ناحیه شکم رو به شکل ارادی منبسط میکنیم همزمان با ورود هوا. بازدم شکم برگرده به عقب. تکرار. دم بازدم. ادامه بده 8 دوره دیگه. من نمیگم بچه ها دم بازدم. توجهت روی جریان تنفست، روی ریتم تنفست و 8 بار دیگه دم و بازدم. انبساط ناحیه شکم و بعد با بازدم برمیگرده عقب.
توجهت رو بیار روی قفسه سینه. 4 ثانیه دم. 4 ثانیه بازدم. تکرار. توجهت رو بیار روی ناحیه گلو. دم. و بازدم. میخوایم یک نقطه نورانی رو روی گلومون تو مرکز گلو تصویر سازی کنیم. یه نقطه شفاف و نورانی که با دم شروع میکنه به نورانی تر شدن، بزرگتر شدن توی ناحیه گلو. دم. و با بازدم جریان نور رو ببین که به قسمت‌های مختلف بدنت انتقال پیدا میکنه. 4 ثانیه دم. حبس. و 4 ثانیه بازدم. 4 ثانیه دم و این بار میخوایم گرمای این نقطه نورانی رو روی گلومون احساس کنیم. یک نقطه شفاف و نورانی. حبس. و بازدم. جریان نور رو ببین که روی سرشانه ها و دستهات در حال جاری شدن هست. 4 ثانیه دم. حبس. و 4 ثانیه بازدم. جریان نور رو روی قفسه سینه و دیافراگم و ناحیه شکم ببین. جاری شدنش رو ببین، گرماش رو حس کن. حبس. و بازدم. جاری شدن نور و گرما رو این بار روی پاهامون، روی رانها، روی زانوها، روی ساق پا و کف پاهامون احساسش میکنیم. 4 ثانیه دم. حبس. و بازدم.
آرام روی بدنت، از روی پاها حرکت کن به سمت بالا و بیا روی صورتت. 4 ثانیه دم. حبس. و بازدم. جاری شدن نور، گرما و انرژی رو روی صورتت و سرت احساس کن و ببین. بیا روی تاج سر، دم و حبس. حبست رو این بار به اندازه بیشتر از حبس های قبلی نگه دار. و بایستم. دست راستت رو به شکل ویشنو مودرا نگه دار و حفره چپ بینیت رو ببند. خیلی آرام سرت رو به سمت جلو خم کن. بازدم رو از راست خارج کن و شروع کن به دم از حفره راست. بازدم از راست. دم از راست. بازدم از راست. ادامه بده 8 دوره دیگه. یه دم بگیر از حفره راست و بعد حبس.
بازدم از هر دو حفره بینی. دم بازدم عادی و توجهت روی بدنت و به حس‌های مختلفی که روی بدنت ممکنه وجود داشته باشه فقط نگاه کن. پاهات، دستها، شکم، قفسه سینه، سرشانه ها، گردن، صورتت، بالای سر. نگاه کن و هر حسی که هست بدون اینکه بخوای تغییرش بدی یا قضاوتش کنی بهش نگاه کن. برای هر قسمت چند ثانیه وقت بگذار و بعد ازش رد شو و عبور کن. نگاهت رو از پشت پلکات آرام به سمت بالا هدایت کن. ممکنه یک فشار ملایم رو روی پیشانی و یا پشت چشم‌هات داشته باشی. دم میگیریم و مانترای آ رو تکرار میکنیم. توجهت روی پیشانی بین ابروهات. دم میگیریم و مانترای رو با لبهای بسته تکرار میکنیم.
دم و حبس. و بایستم. دست ها رو جلوی قفسه سینه به حالت نماسکار نگه دار. دوتا شست به جناق سینه بچسبه و با هم تکرار میکنیم. هر آنچه را که در راستای خیر و صلاحم نیست رها میکنم. من هر آنچه و هر آن کس را که در راستای خیر و صلاحم نیست با عشق برایش دعا میکنم و رهایش میکنم و میگذارم که برود و از من دور و دورتر شود. من در راستای اهدافم قرار دارم. من در صلح، عشق و آرامش بی نهایت زندگی می کنم. هر آنچه را که باید بدانم به موقع به من می رسد. برای دریافت هایم سپاس گذارم. برای اراده و انگیزم سپاس گذارم. برای قدرت بی نهایتم سپاس گذارم. برای انرژی بی نهایتی که دریافت می کنم سپاس گذارم. برای معجزه تنفسم سپاس گذارم. برای اعضای بدنم، دستها و پاهای قدرتمند و منعطفم سپاس گذارم. برای تمام انسانها و موجوداتی که در راستای خیر، رشد و آگاهیم قرار می گیرند سپاس گذارم. برای تمام نعمت‌هایی که دریافت می کنم، برای تمام نعمت‌هایی که تا به حال داشتم و الان دارم و خواهم داشت سپاس گذارم. برای هر آنچه که هستم سپاس گذارم. من در پذیرش کامل قرار دارم. دستات رو بذار روی قفسه سینه. و سپاسگزاری رو با تمام وجودت احساسش کن. لمسش کن. دستات رو بکش روی پاهات. روی شکمت، روی ناف، پایین ناف. روی دیافراگم، روی قفسه سینه، سرشانه ها، بازوهات، روی ساعدت، روی انگشتای دستت، روی گلو و گردنت. پشت گردن، پشت سر، روی گوشهات، روی سرت. آرام ضربه بزن با انگشتات جلوی سر، طرفین سر،
روی تاج سرت و پشت سر. دستهات رو بمال به هم و دستها رو بذار روی پیشانیت. دستهات رو باز کن جلوی صورتت و چشمهات رو باز کن. لبخند بزن، انگشتات رو تکون بده و دست جفت جلوی سینه. تعظیم میکنیم به آگاهی لایتناهی. نمسته. خب بچه ها، من این قسمت رو سیو میکنم و میریم برای شروع تمرین های فیزیکی.